خب دوستان، قسمت دوم آموزش های مکالمه تورمون این طور است که شما یه مقداری شرایط براتون غالب شده، باید بریم دستشویی و میخواین که سوال بپرسین که دستشویی کجاست که الان ما پیدا کردیم. میتونید این طور شروع کنید: ایزوینیتیه، یعنی ببخشید، یه حالت منادی طور داره. حالا اگر خانم بود گاسپاژا، اگر آقا بود گاسپادین. این خیلی محترمانه است این چیزی که دارم میگم. بعد میپرسین روسا مثل ما ایرانی ها اینجوری هن که شما میدانید طور. الان ما رسیدیم به دستشوی، باید بریم دستی چپه نمیم تو دستشوی زن. میتونید بگید که شما میدانید، که میشه وی znajte. شما میدانید. حالا سوال: دستشویی کجاست؟ گدیه توالت.